ضمن نشست رهبری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سینا با خبرنگاران ابراز نمود که در ساحه معارف ناحیه پیوسته برای بهتر نمودن شرایط تعلیم و تربیت مکتب بچگان چاره‌های ضروری اندیشیده می شود. باید قید نمود که در حدود ناحیه سینای شهر دوشنبه 84 مؤسسه تحصیلات عمومی از جمله 53 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی دولتی و 31 عدد خصوصی با فراگیری عمومی 116174 خواننده از جمله 55167 دختر فعالیت می نمایند. همزمان در ناحیه سینا 64 عدد مؤسسه های تحصیلی تا مکتبی از جمله 41 عدد مؤسسه تحصیلی تا مکتبی دولتی، 1 عدد مؤسسه تابع نزد سراسری معارف شهر دوشنبه، 18 عدد مؤسسه تحصیلی تا مکتبی خصوصی با فراگیری 1611 نفر تربیت گیرنده فعالیت دارند که در آنها 925 نفر کارمندان پداگوژی و تعلیم و تربیت کودکان مشغول هستند. ابراز گردید که مسئله تامیناتی مؤسسه های تحصیلات عمومی با کادرهای بلند اختصاص، جلب بیشتر خوانندگان با آزمون‌ها، کارهای ایجادی، درس‌های علاوه‌ای و کارهای تربیوی، همکاری مکتب با جامعه، بلند برداشتن معرفت حقوقی و ذوق بدیعی و زیبایی شناسی خوانندگان، همکاری با تشکیلات‌های جمعیتی و بین‌المللی از جمله چرابین‌های بودند که در سطح ضروری برگزار گردیدند. بهتر نمودن خدمت رسانی تیوی به اهالی یکی از سمت‌های مهمی فعالیت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سینا محسوب می‌یابد. در حدود ناحیه مؤسسه‌های تندرستی 111 عدد را نوبسته از شکل تابعیت تشکیل می‌دهند که از این 10 مؤسسه طبی از بودجه ناحیوی، 8 مؤسسه تندرستی از بودجه شهر دوشنبه مبلغ گذاری شونده، 22 مؤسسه تابع وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، 4 مؤسسه طبی خود مبلغ گذار و 67 عدد مؤسسه‌های خصوصی فعالیت می‌نمایند. در سمت عمل نمودن سیاست دولتی جوانان در دوره حسابات در ناحیه 299 عدد انشاءات ورزشی از جمله 1 عدد ورزشگاه مرکزی، 2 قصر تنیس، 1 تنیسی تابستانه، 2 مجمع ورزشی، 22 عدد تالارهای خصوصی ورزشی، 1 عدد ورزشگاه، 3 عدد حوض‌های شناوری، 14 عدد مکتب‌های ورزشی شهری و جمهوریوی فعالیت دارند که از جانب مسئولین ساحه ورزش 192 مرتبه مسابقه‌های عمومی و ورزشی و تطبیق سیاست دولتی جوانان با اشتراک 15360 نفر نورسان و جوانان تشکیل و برگزار کرده شدند.